بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم اکای حاجی مرزا. یکی از نزدیکان من دختر از من خواهش نمود که مکتوب من را به حاجی محترم رسانیده و من مصلحتی دهد. من طول چند سال است که کتاب میخوانم، نماز میخوانم، ستر عورت میکنم. همسایه ها تهمت کرده خواستگارهایمان را از راه میگردانند و اینها میگویند که این دختر کسلی هست، همین کسبه را در سرش مانده و برای همین کتاب میخواند، سطر میکند و برادرانم میگویند که سطر نکن، من با گپ برادرانم بگیرم یا که نی، سطر عورت کنم یا نکنم. البته امروز این سوال یک بار دیگر بر ما وارد شده بود که بعضی همسایه های هستند که به خانه یک همسایه اگر خواستگار آید کار میکنند که پیش راه او را گیرند. هر گونه تهمت هایی که چگونه ما را میکنند، هم گونه تهمت ها را مثال میرسانند که وای کسلی است و وای دیگر است و وای دیگر است گفته، یعنی نمیخواهند که در خانه همون همسایه‌اش یک خرسندی برپا شود. حالان که حبیب خدا میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. ایمان کامل ندارد آن مؤمنی که اگر آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادرش دوست ندارد. آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد، یعنی خرسندی را دوست می‌دارد، دختری خودش به شوهر دادن را دوست می‌دارد، لیکن برای همسایش این اگر دوست ندارد، اون همسایه گو ایمان ندارد. شخصانی که زوب داره، زوبتون ورم میکنه، عصبتون دا دست میکنه، زود عصبانی میشه، بزار ای همین لیچنیای 2000-3000 سومانه شدین و شما یک گیاه پیشنهاد میکنیم که از 13 نمود علف تیار شدگی کاملا طبیعی و بی خیمیکات میباشه. میخواین همین چیز رو دسترس کنین. برای دسترس کردن این گیاه طبیعی در شبکه پروفیل رقم های ما میشه یا اینکه در کامنتاریا زوب نویسید. المسلم اخو المسلم گفتم پیغمبر، لا یکذبوه ولا یخذلوه ولا یخونوه. مسلمان برادر مسلمان است، باید که مسلمان خیانت نکند، مسلمان دروغ نگوید، مسلمان خار نسازد. کل المسلم علی المسلم حرام عرضه و ماله و دمه. پیغمبر میگه هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی؟ آبروی او، مال او، قدر و قیمت او. برعکس ما و شما باید که امروز تبلیغ کنیم. اگر در همسایه هامان دخترهای باکره رسیدگی باشد، باید که دیگر جوانها را تبلیغ کنیم که در همسایگی ما فلان دختری هست، بی نهایت دختری خوب است. باید اینها را تبلیغ کنیم تا که اونها تیزتر صاحب شوهر شوند. این کارها ماندگی ما و شما دشمنی می‌ورزیم. در این حالت ما و شما ایمان از دست میتیم. و این خواهر میگوید گپی برادر ما گیرم یا نگیرم، ستر عورت میکنم، تا جای این برادرها یک ناموس اسلامی داشته باشند که خواهری خودشان امر به روی مال انداختن کنند، باز نخواه که یک به ناموسی اونها را فرا گرفته باشد و نخواهند که خواهری اونها روی مال داشته باشد یا پیشی بری بسته داشته باشد. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. خدا میگوید ما سپارش دادیم فرزند آدم را که با پدر و مادرش مهربان باشد، نیکوکار باشد. وقتی تفسیر این آیت خواندم، سعد ابن ابی وقاص میگوید این آیت در شأن من نازل شده است. چگونه؟ میگوید وقتی من ایمان آوردم مادرم بر من خبر داد. سعد گفت خدا به تو سپارش داد که وصینا الانسان بوالدیه حسنا، و پدر و مادرتان مهربان باشید، اطاعت کننده باشید. پس من بر تو امر میکنم ای سعد که کافر شو، و الا اگر کافر نشوی من نه غذا میخورم نه هیچ نوشابه می نوشم و این آفتاب سوزانی که میبینی این آفتاب ترک نمیسازم، و زیر سایه نمیروم. میگوید این مادر این گونه کرد برای آنکه سعد ابن ابی وقاص
از ایمان محمدی برگردد و کافر شود، این شرط در پیش سعد گذاشت: یا کافر میشوی یا مادر در همین زیر آفتاب بی غذا و بی شراب هلاک میشود. وقتی میگه زیر آفتاب رفت این مادر، یک شب میگوید تا روز چیزی ننوشید، چیزی نخورد و در آفتاب میگه نشستگی بود. روز دوم شد از آفتاب نمیخیست، برای فرزندش کافر شدن. روز دوم میگه تمام شد، مفسرای قرآن میگویند. روز سوم بود که مادر بیهوش افتید. سعد بالای سر مادر آمد، چی کلمه گفت؟ مادر گفت اگر گفت تو 100 جان داشته باشی و هر یک جانی تو گفت با این گونه مشقت از بدن تو جدا شود، من کسی نیستم که از ایمان محمدی برگردم. من کسی نیستم که من از ایمان محمدی برگردم. اگر 100 جان داشته باشی با این گونه مشقت جانها از بدن تو جدا شوند، من کافر نمیشوم. اختیار داری. گفت مادر وقتی میگد این سیاست فرزند شنید، این اراده مستحکم فرزند که شنید، از زیر آفتاب خیست آمد، میگد غذا هم خورد و نوشابش هم نوشید. یعنی باید این خواهر و این دادرهایی که در این راه هستند باید صاحب اراده باشند. باید دیگر دلالت هیچ کس در نزد پروردگار گناهکار شدن این بهتر نیست از او که تو در نزد برادرت، پدر مادرت ملامت زده میشوی. شما برادران عزیز شاید فقط در خیال گذرانید که پدر و مادر شما وقتی از دنیا میگذرد همین از مصیبت و بس. پدر میگذرد مصیبت است، مادر میگذرد مصیبت است، فرزند میگذرد مصیبت است، اکه و خواهرهایی که از ما و شما جدا میشوند مصیبت است. در برابر این اگر ما و شما در راه اگر حتی پیشپایی خورده و حتی در زمین افتیم، اینم مصیبت است. حبیب خدا میگوید حتی بندهای کفش شما از پایتان کشاده شود، اینم مصیبت است. اگر شما فرزندی نااهل، اگر فرزندی که اطاعت پدر و مادر نمی کند، اینم برای شما مصیبت است. اگر دخترهایی که از ما و شما هست اونها اطاعت پدر و مادر نمی کنند، به شرم و به حیااند، اینم برای ما و شما مصیبت است. اگر ما و شما در یک صدمه دوچار می شویم، اینم مصیبت است. اگر در خاندان ما و شما زنهایی داشته باشیم که اونها فرمان ما و شما را اجرا نکنند، اینم برای ما و شما مصیبت است. انسانهایی که امروز بیزنند، اینم برای اونها مصیبت است. انسانهایی که امروز از طاعت پروردگار دور هستند، اینم مصیبت است. همه این مصیبت است. از این خاطر برای در بعض اینها باید ما و شما صبر کننده باشیم و از بعض اینها برای خلاص شدنش از پروردگار ما باید که یاردم طلب کنیم. چگونه که پروردگار در قرآن یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. پروردگار میگوید وقتی بندگان من شما وقتی در یک مصیبت، در یک بلا و رنج و مشقت گرفتار می شوید، به سوی پروردگارتان یاردم طلب کنید، از پروردگارتان یاردم طلب کنید. البته چگونه که من ذکر کردم، رنج و مهنت، عذاب و مشقت بالای ما و شما البته به البت می آید. این انسانی را که پروردگار اینقدر وصف میکنه در قرآن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ما انسان در بهترین صورت آفریدیم. ما برای انسان فهمیش دادیم. ما برای انسان دست نوشتن دادیم. ما برای انسان خوراک‌های دیگرگون و رنگارنگ جدا کردیم. وقتی خداوند انسان اینقدر صفت میکند، حتی در سوره اسراء اگر ما و شما نگاه کنیم، الله میگوید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. الله میگوید من بنی آدم، یعنی فرزندهای آدم، یعنی اشاره به سوی ما و شما طبقه آدم. الله میگوید من شما را مکرم ساختم، من شما را شرف و عزت و قدر دادم، حتی نظر نمیکنی. حملناهم فی البر والبحر، اگر تو در خشکی سفر کنی، من برای تو اشتر، من برای تو اسب، من برای تو خر، من برای تو دیگر چارپاها را آماده کردم که حتی در بیابانها تو مانده نشوی، بالای اونها سوار شوی، به آن مکانی که مقصد داری رفته برسی. فی البحر، پروردگار میگه اگر سفری بحری داشته باشی، سفری بالای دریایی داشته باشی، من برای شما کشتی ها آماده کردم تا که شما در داخل بحرها عذاب و شکنجه نخورید. همه این به خاطر چی است؟ به خاطری که انسان ما شرف دادیم، انسان ما قدر و قیمت دادیم. چنان فضلی که داد استم به آدم، به جبریل و به میکائیل ندادم. الله میگوید آن فضلی که من به فرزند آدم دادم، به جبرائیل و به میکائیل دادگی نیستم. آنجایی که فرزند آدم محمد صلی الله علیه و سلم رفت، جبرائیل رفتگی نیست. جبرائیل رفتگی نیست. و همین فرزند آدم خداوند در قرآن چی میگوید؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان در رنج، ما انسان در محنت، ما انسان در سختی های دنیا قرار میدهیم. انسان در سختی ها و بلا و مشقت های دنیا گرفتار می شود. حتی مفسرای قرآن میگویند نظر کنین، از روزی که از نقطه اول حیات شما، از همان بطن مادر که گفتی حضرت مولوی درون پرده های تنگ و تاریک، از همون درون پرده های تنگ و تاریک مهنت و مشقت ما و شما سر می شود تا زمانی که ما و شما به دنیا می آییم. در دنیا رنج و مهنت ها می بینیم. بعد این رنج و مهنت ها را دیدن باز به چی روبرو میشیم؟ به مرگ روبرو میشیم. و یک مرگی که پیغمبر خدا عایشه صدیقه میگوید زمانی که حبیب خدا میگوید در درد موت گرفتار شد، برای من اشاره کرد که در یک ظرف آب بیار. وقتی آب آوردیم، حضرت میگوید در پیشش گذاشتن، چنان تبش بلند میشد که دست مبارک تر میکرد و در پیشانیش حضرت میگذاشت. و بعدی گذاشتن چی میگفت؟ اللهم اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت. پروردگارا در سختی و مشقت مرگ حبیب تیاردن بکن، حبیب تیاردن بکن. یعنی همون مرگ ما و شما باز روبرو میشویم. بعد این مرگ باز چی سختی ها داریم؟ باز در داخل قبر سوال منکر و نکیر داریم. با بعد این سوال منکر و نکیر عالم برزخ داریم. باز بعد عالم برزخ قیامت داریم. بعد قیامت باز مکافات های نیک و بد داریم. اینقدر طبقه های زیاد، اینقدر مرحله های زیاده الله برای انسان گذاشتگی هست. برای همین همه این بلا و مصیبت و مشقت ها را ما و شما چکار میکنیم؟ روز به روز بالای سرمان میگذرانیم. شاعر میگوید در محبت هر کی او دعوا کند 100,000 امتحان بر وی کند. در محبت
هر کی او دعوا کند 100,000 امتحان بر وی کند. چون بود صادق کشد باری جفا، چون بود کاذب گریزد از بلا. اگر آدمی صادق باشد، اگر آدمی که در اصل ایمان یقینی داشته باشد، این بلا و رنج و مصیبتی که الله بالای او میارد، همه اینها را چکار میکند؟ همه اینها را پسی سر میکند. در همه اینها شکر به سوی پروردگارش میگوید. لیکن اگر کاذب باشد، اگر ایمان یقینی نداشته باشد، این حالت وقتی که یک بلا و یک مصیبت و یک درد و یک ناداری که بالاش می آید، در حال بعد به شکایت و در حال ناراضگیش نزد پروردگارش بیان کردن می گیرد. از این خاطر حضرت گفتند جهان جای گداز دوستان است، زیدونی ها و دشمن بوستان است. در این دنیا پروردگار عاشقای خودش در گداز می آرد، عاشقای خودش در بلا و در مصیبت ها البته گرفتار می کند. حتی حضرت مثال می آرد، نمی بینی میگد ندید فرعون کافر درد سر را، ندید شدادیانش چشم تر را. ببین فرعون که دشمن پروردگار بود، فرعون که به کتاب خدا ایمان نه آورد و پیغمبری خدا تسلیم نشد و دعوای خدایی که کرد، الله با این دشمنش چیکار نکرد؟ با این دشمنش حتی دردی سر نداد. گفتی حضرت حافظ که فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، فرعون را به عمر ندادیم دردی سر. اگرچه روایت ها میگن فرعون 400 سال حیات دید لیکن دردی سر ندید. فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، زیرا که اون نداشت سری دردهای ما و طاقتی دردی ما نداشت. و هم ارزنده نبود. پروردگار میگوید که من فرعون در بلا و در مصیبتم گرفتار کنم، زیرا که شاعر میگوید ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. البته این بلا را شاعر میگوید این گوهر است، شاعر میگوید این قیمت دارد، این ارزش بی نهایت بلند است. این پروردگار به هر کس نمیدهد. برای همین به فرعون هم ارزنده نبود که پروردگار درد سر دهد یا به فرعون یگان بلا و مصیبت بیارد تا که و اگر در این صبر میکرد خداوند بهری و اجر و ثواب میداد. نمرود راز قدرت ما مملکت رسید، قارون غنی ز قدرت به انتهای ما پروریم دشمن و ما میکشیم دوست، کس را چی زهره است بچون و چرای ما. حافظ همیشه صبر کن اندر بلا و غم، شاید که او علاج کند سر دردهای ما. حضرت چی خودشان تسکین دادن، چی اشاره به سوی همه ما و شما کردن که در هر یک بلایی که پروردگار بالای شما میارد، اگر مبادای میشنوی پدرت گذشت، مادرت گذشت، دادرت گذشت، زنت گذشت، کدام اولادت که از دنیا میگذرد، یا دیگر مصیبت هایی که بالای تو می آید، در همه این مجرد شنیدن باید شما کلمه این لله و این الیه راجعون استفاده برید. این است تسبیح هر یک شخصی که در مصیبت گرفتار می شود. جهان جای گداز دوستان است، سیدونی ها و دشمن بوستان است. ندید فرعون کافر درد سر را، ندید شدادیانش چشم تر را. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، آیتی که از سوره بقره برای شما تلاوت کردم در آغاز صحبت. پروردگار میگوید البته به البته ای فرزند آدم، من تو را در این دنیا آزمایش میکنم، من تو را در این دنیا امتحان میکنم.
ببینین این امتحان پروردگار است، این آزمایش است برای شما. اگر شما در این آزمایش، در این امتحان اگر صبر کننده باشین، روی خراشی و روی کنی و داد و فیغان نداشته باشین، برای شما پروردگار چی وعده میکند؟ و ایلا اگر شما روی خراشی هم کنین، اگر شما روی کنی هم کنین، داد و فیغان هم کنید، آن چیزی که رفت و دیگر شما باز پس گرفتن هم میتوانید. البته به البته شما را امتحان میکنم. الله میگوید ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. با چی چیز شما را امتحان میکنم؟ با خوف پروردگارتان. بالای شما ترس میارم. کنی نظر میکنیم آیا شما از پروردگارتان میترسید یا نمیترسید؟ آیا در دل شما ترس پروردگار جای میگیرد یا نمیگیرد؟ والجوع. بالای شما قحطی میاریم، ناداری میاریم، چی در شهرتان چی در خاندانی یکی شما گرسنگی را برپا میکنیم، ناداری را برپا میکنیم، آزمایش میکنیم که کنی زمانی که تو دارا بودی، زمانی که شرایطت خوب بود، اون زمانها پروردگار تو عبادت میکردی، تو 5 وقت نمازی در مسجد داشتی، تو نماز جمعه میخواندی، تو از ماه رمضان روزه میگرفتی. اکنون این زمانی که مال و اسباب و انجام تو را گرفتیم، مقصد این مصیبت است. وقتی آدمی که شرایط باشد، بعد شرایط داشتن خداوند آن مال و اسباب و انجام از ما و شما گیرد و ما و شما را فقیر گرداند بعد توانگری، این خودش مصیبت است. لیکن الله میگوید همین مصیبت من بالای شما برپا میکنم. کنی نظر میکنم که در حالت توانگری، در حالت داراگی چگونه که خدا را عبادت میکردی، در این حالتی که چیزی نداری، فرزندها گویم گریان هستند، از شکم گرسنه اونها نالان هستند، از بدن بی‌لباس به سوی تو شکایت دارند. کنی در این خیل حالت آیا جای نمازت همراه تو هست یا نه؟ آیا در این خیل حالت تو از کی مدد طلب میکنی؟ زمانی که پروردگار اعلان دارد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. اندی من وقتی احوالت بد شد، وقتی که کمبودی های در تو پیدا شدن گرفت، وقتی که رنج و مهنتت زیاد شد، از پروردگار و طلب مدد کن. با چی طلب مدد کن؟ با نماز و با صبر. ببین رو به سوی پروردگار بیار. امروز اگر در بعض برادرای ما و شما کمتر اگر در سوداش کمی اگر در سوداش یک نقص پیدا شد، در حال میبینی که بعد به سوی مزارها دویدن و بعد زاره و تولا که اک بابا یک شایشی کار که برای همین سودای ما، حالان که نمیداند باباش بیچاره خودش احتیاج است که در حقش دعا کنی. تو به سوی پروردگار، به سوی آن ذاتی که این بابای تو را آفریده است، به سوی آن ذات شکایت کن، به سوی آن بابا، به سوی آن ذات دست بالا کن. انشاءالله اون ذات برای تو کشایش نصیب میکنه. اگر حلق گردن تو برادر عزیز پر از چوی توق باشد، پر از موره های چشمی و پر از تمارهای حاجی میرزا باشد، اگر تو یاردمی از الله نداشته باشی، اینا برای تو هیچ فایده نداره. خدا چی میگوید؟ یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای مردم، ای کسی که در این حالتهای تنگی میزنین، فقط یاردم از پروردگارتان طلب کنین، لیکن با صبر و با نماز، با صبر و با نماز. زیرا الله میگوید ان الله مع الصابرین، من همراه صابران هستم. صبر کن، باکی ندارد، صبر کن. شاید همین کمبغلی که بالای تو پروردگار آورده است 1 سال دوام کند، شاید 2 سال دوام کند،
شاید 2 ماه دوام کند، این کسی نمیداند. لیکن تو بالای جای نماز فقط از الله یاردم طلب کن. خدایا بگو که من میدانم که تو مرا امتحان داری، تو مرا آزمایش داری، من بنده شکر کننده تو هستم. اگر تمام اسباب انجام مگیری من روی از عبادت تو نمیتابم، من همون بنده اساسی تو هستم. خدایا گفته دعا در بالای جای نمازت بکن. وقتی حضرت امام عبدالله ابن عباس و سوی خانش می آمد، یک خوشخبری از پیش راش بر آمد و گفت ای عبدالله، گفت همون یگانه فرزنده که دوسرویک بود و تو دائم نوازشش میکردی، بسیار بچه با ذهن و خدا ترس بود، افسوس که همون از دنیا گذشت. عبدالله به شنیدن این مرگ فرزندش مثل بعض پدر و مادرها داد و فیغان سر نکرد. حضرت از بالای اسبش پایان شد و در همان پهلوی اسبش آب طهارتی که داشت گرفت، طهارت کرد و بالای جای نماز 2 رکعت نماز خواند. این مرد که خبر داده بود گفت ای عبدالله، گفت من برای تو فوت فرزند خبر دادم، من برای تو مرگ میوه دل تو را خبر دادم، من برای تو مرگ میوه دل تو را خبر دادم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ گفتن ای غافل، گفتن ای بی خبر، تو آیا نمیدانی پروردگار در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین؟ تو نمیدانی که پروردگار میگوید هرگاهی که مصیبت بالاتان که آوردم، در حال داد و فیغان یک جانب بگذار، 2 رکعت نماز بخوان و یاردم از خدا در این مصیبت طلب کن. با صبر کن، صبر کن، پروردگار همراه تو است. اگر تو صبر کنی از این دیده بهترین شب برای تو نصیب میگردانم. البته پروردگار قادر است. از این خاطر الله میگوید من شما را به گرسنگی امتحان میکنم، به گرسنگی. امروز بین بعض برادرای ما بعد که دولتدار هستند و یکی بی دولت میمانند، بعد دستی به جنایت میزنند. بعد میبینی که موادهایی را میفروشند که الله هم از فروختن او راضی نیست، این جمعیت تاجیکستان هم راضی نیست. وقتی دست به این میزند میخواهد که با واسطه این حرام کرده ها از این گوره بحران، از این بحران، از این کمبودی که الله بالاش آورده است برایت. لیکن دور و دراز نارفته میبینی خبرش آمد که در فلان جا دستگیر شد یا با دست فلانی به قتل رسید. برادرای عزیز، در این حالت ما و شما سراسیمه نشویم. این مصیبت ها و مشقت های پروردگار بالای ما زیاد می آید. باید ما بنده های او چیکار کنیم؟ باید صبر کننده باشیم. انشاءالله الله همراه ما هست. من شما را گفت پروردگار من الخوف والجوع، من شما را با گرسنگی چیکار میکنم؟ امتحان میکنم. یعنی در حالت گرسنگی آیا میگوی که بعضی آدم ها هستن میگن همین نان کی نباشه که نمازخوانی تبینم، حالی بعضی همین یک با یک طریقی گویه همین درشتانه با بعضی هاش مطل آورده است، کدام همون شکم پرورش، کدام انسانی که در نفس خودش دادگی است، میگوید در یک خانه قرآن بسیار بود و یک نان در بالا بود، همون مرده که قرآن خوان قرآن بسیار تل کرد و بالاش برآمد و بعد نان گرفت. برای همین اول نان بعد ایمان. تو هزار نامعقول کرده، تو هزاران نامعقول کرده. همه وقت البته اگر شکم بی تو سیر باشد از تمامی آن انواعی که الله داده است برای تو، بهترین طعام ها در شکم تو باشد، لیکن ایمان نداشته باشی، حالت چی می شود؟ حالت چی می شود؟ حضرت ابوبکر وراقی گفتن از آن روز به گورستان که خوابم چونین در گریه و حال و تباهم. حضرت ابوبکر وراقی که یکی از دوستان خدا بود و تمام جانش در راه خدا بخشیدگی بود،
وقتی که در قبرستان حضرت میگه خوابش کردن، وقتی که حیاتش انجام یافت و شاگردهاش که بردن در قبر جاش کردن، شب در خواب شاگردهاش در آمد. همین ابوبکر وراقی در خواب شاگردهاش در آمد. میگه ابوبکر وراقی را دیدم بسیار غمگین بود و بسیار گریان بود، حالا که وی باید خندان میشد، باید که وی حالش خیلی خوب بود، برای در دنیا وی رنج کشیده بود، زحمت کشیده بود برای نعمتهای جنت. از آن روز به گورستان که خوابم، چونین در گریه و حال و تباهم. حضرت به سوی شاگرداش در خوابش گفت ای شاگردای عزیز، گفت این قدر ماهی که من در گورستان خوابم، هیچگاه روز آرام دیدگی نیستم، هیچگاه آبی چشم گفت در همین قبرستان از چشم من کنده نیست، بسیار دلم غمگین است. گفتن چرا ای حضرت؟ گفتن آیا الله به تو معامله ناخوب کرد؟ آیا پروردگار برای تو یگان جزای داد؟ گفت نه. گفت بهترین معامله را پروردگار بر من روا دید، لیکن آن چیزی که مرا در غم انداخته چی بود؟ و گورستان از آن روزی که خوابم، چونین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارند سوی گورستان، ندارد ده یکی اون نور ایمان. ده ها مرده که امروز میارند، در اینجا خبرش به گوش ابوبکر وراقی میرسد که از همین 10 نفر یک تاش ایمان ندارد، به ایمان به گورستان آمدند. وقتی به ایمان به گورستان می آید، با او چگونه معامله می شود شما خودتان تصور کنید. خدا رحمت کند خواجه جندی را که حکایت مولوی جنونی در کتابش می آرد. یکی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگی و از کس نترسید. خواجه جندی مثل همین مسجد ما و شما پر شاگردها داشت، تعلیم داد، درس میگو، موعظه میکرد. بار در بین شاگردهاش موعظه داشت که یک آدمی از بیرون در آمد، یک دوستی خدا بود، وای در آمد و گفت ای خواجه جندی، گفت تو را مرتبت در نزد پروردگار بلند است یا این سگ بلند است؟ وقتی شاگردها که شنیدن خواجه جندی را این مرد به سگ برابر دارد، خیلی ناراحت شدند. یکی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگی و از کس نترسید؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. مریدا از جاش خیستند، گفتن ای غافل، گفتن ای ناکس، نخواه با طرف این دوستی خدا و کسی این خواجه جندی که هزارها شاگرد امروز دست پرورهای اسلامی دارد، این معامله را تو روا ببینی. حضرت خواجه جندی میگوید به یک راه منع کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر. همه شاگردها را در یک جا منع کرد و پس این دوستی خدا گفت ای دوستی خدا، گفت سوال خیلی با مورد دادی، لیکن من از تقدیرم آگاه نیستم که تقدیرم عاقبتش چی باشد. برای چی این نمل اعمال و بی خواتیمی ها میگوید پیغمبر؟ این از جز از این است که خاتمه اعتبار است. مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. حضرت میگوید مسلمان بودن تو چه اعتباری دارد؟ امروز تو سله داری، ریش داری، 5 وقته داری، نماز داری، تهجد داری، خاتمت چگونه انجام میافته باشد؟ تو خاتمت اعتبار است. میگوید حضرت گفتن که نیستم آگاه ز تقدیر، از تقدیرم آگاه نیستم. گفت بچی گفت گر از اوباش راه ایمان برم من، توانم گفت که سگ بهترم من. گفت ای دوستی خدا، گفت بسیار سوال خوب دادی. اگر گفت من از این دنیا همین خواجه جندی اگر ایمان برد، گفت ایمانی به قبر و ایمانی به روز قیامت برد، از سگ دیده گفت مرتبش بلند است. و اگر ایمان نخواهد برد ز اوباش، چموی بودم من در سگ کاش. حضرت گفتن اگر از این دنیا من شرمندوار، اگر از این دنیا به ایمان روم، قسم به پروردگار خدا کاش که مرا یک تار موی از سگ بگرداند و خواجه جندی نکند. یک تار از موی سگ بگرداند، اگر چند سگ نجس خواندند از این نجس مرا گرداند و
لیکن مرا چکار نکند خواجه جندین نگرداند. بین برای ایمان آنها چی بهترین جمله ها را برای این شخصانی که امروز نان از ایمان بالا میدانند برای ما و شما این جمله ها را بیان کردند تا که ما و شما این شکم پرستی را یک جا گذاریم و از دنبال ایمان باشیم، از دنبال اسلام باشیم، از دنبال اطاعت پروردگار باشیم. پروردگار گفت من در گرسنگی شما را امتحان میکنم. حالتانه گویم دسترخوان‌هایی که پر از میوه بود، از تمام نمود قند و قنفدها آراسته بود، هر روز درآمد بود، حساب نداشت. امروز که من پروردگار تو هستم و همون نعمتها را گرفتم، دسترخوان تو را خالی کردم. اکنون اون زمان مرا عبادت میکردی. اگر عبادتت برای نعمتهای من نباشد پس تو در گرسنگی مرا عبادت میکنی. اگر عبادتی تو برای همون نوش و نعمت باشد این زمان در تو کفران نعمت میکنی، تو از پروردگارت روی میگردانی، قهر میکنی و از این اجر مصیبت و بلایی که بالای تو آوردم تو بی نصیب میشوی. جو و نقص من الاموال، پروردگار میگوید من در مال تو نقص میارم، در مال تو نقص میارم. چگونه که الحال گرسنگی را با این نابودی هر چمن شهر دادم که مالدار بودی به مالت میکنم و سنجش میگذرانم کنی تو چگونه و سوی پروردگارت بندگی تا دوام میتی. نقص من الاموال و الانفس، الله میگوید دیگر سنجشی که بالای تو میکنم این است که از اولاد تو کسی را میمیرانم. گویم که فرزندی داری که از او یک ساعت جدا ایستادن نمیتوانی، یا مادر تا بسیار دوست میداری، پدر تا دوست میداری، یا برادر تا دوست میداری، یا عائله تا دوست میداری، انمون دوستداری تو را از بری تو جدا میکنم، جان او را قبض میکنم. کنی نظر میکنم که چگونه به سوی پروردگار تو بندگی میکنی، چگونه به سوی پروردگارت سپاس گزاری میکنی. وقتی که میگوید انفس و ثمرات، دیگر سنجشی که پروردگار میگوید من شما را میکنم این در میوه های شماست. بعضی مفسرها گفتن میوه، مقصد از میوه این همون زمین هایی که ما و شما درخت داریم، درخت های میوه دار دارند. من پروردگار میگوید یک زمان میارم که این درخت های تو را خشک میکنم، یا زمان میارم که در درختات هیچ میوه نمیدهم. کنی میبینم زمانی میوه دادن چگونه عبادت داشتی و این زمانی که زمینی تا از میوه خالی است این حالت در چگونه عبادت بکنی. بعضی مفسرها گفتن ثمرات که میوه گفتن اینجا پروردگار مراد این میوه فرزند است، فرزند است گفتن. فرزند میوه دل است. چگونه حدیث رسول اکرم است که وقتی ملائکه ها آمده جان فرزند ما را میگرفته است، الله میگفت است قبضتم ولد عبدی، آیا جان فرزند مرا گرفتید؟ فیقولون نعم، آنها میگفتند بله پروردگارا جان فرزند تو را گرفتیم. قبضتم ثمرة فؤاده، آیا میوه دل او را کندید؟ مقصد از فرزندای ما و شما وقتی از دنیا میگذرند پروردگار با این فرشته ها میگفته است آلی میوه دل بنده مرا کندید؟ فیقولون نعم، اونا میگفتن بله پروردگارا میوه دل بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، وقتی این بچه دوستدار که جانش گرفتید اون پدر و مادر چی گفتند؟ چی گفتند؟ از ملائکه ها پروردگار میپرسد فماذا قال عبدی، این بنده من چی گفت؟ فرشته ها چی میگویند؟ میگوید پروردگارا حمیدک و استرجعه، خوش به حال بنده تو میگوید بهترین فرزند او را میگه جانش گرفتیم تا جای وی داد و فیغان گوید حمیدک و استرجعه، وی باشد میگه شکر به سوی تو پروردگار، این نعمتی بود که برای من دادیش و باز این نعمت از من جدا کردی. این لله و این الیه راجعون،
ما از تو هستیم و به سوی تو بازگشت داریم. بنده تو این کلمات ها را تکرار کرد. الله میگوید که ای ملائک آگاه باشید، بنوا لعبد بیتا فسموه بیت الحمد. پس این گونه که باشد در جنت گو یک خانه برای او بنا کنید و این خانه قصری که در جنت بنا میکنید نامش حمد گذارید، نامش ستایش گذارید و با این بنده شکر کننده و نصیب گردانید. حضرت عطای ابن عطا را حکایت میارن که بار همراه 10 فرزند داشت، میگوید به سفر برآمد. ببین دوستای خدا در چی عذابهای گرفتار بودن. برای چی در سرآغاز من خواندم تنی ایوب با کرمان گرفتار، چیسان با لوط قومش داد آزار. حضرت ایوب ببین 9 سال، بعضی روایت ها 18 سال حضرت بدنش در من بالا یک تخت سنگ بیرون از محله بیماری میکشید. حضرت لوط چه عذابهایی داشت، چرچیز چه عذابهایی داشت، ابراهیم خلیل چه عذابهایی داشت، چه از محمد صلی الله علیه و سلم چه رنجهایی داشت. حضرت ابن عطا میگوید همراه 10 بچه‌اش 10 فرزندش به سفر برآمدند. در نصف راه میگوید در دست مشرکان، در دست آدمان بی خدا دستگیر شدند. البته معامله آدم بیدین نسبت دیندار این معلوم است چگونه یک رابطه ناخوب میکند، چگونه یک بیرحمی نسبت البته مسلمان روا میبیند. در حال میگوید پرسان کرد که اینا کیا هستند؟ گفت این 10 فرزند من هست. میگوید یکایک چشمش میبندن یکیش و در پیش پای پدر میغلطانن، گردنش میبرن. این پدر باشد میگوید به سوی آسمان نگاه دارد، دوست خدا، عاشق پروردگار، به سوی پروردگار نگاه دارد و تبسم دارد، خنده دارد. وقتی میگوید دویم فرزند هم چشمش بستن، در پیش پاش میگوید باز اینش هم ذبح کردن، اینش هم میگوید قتل کردن. این چونین میگوید 9 فرزند ابن عطا را به قتل رسانیدن. وقتی نوبت 10 فرزند رسید که این 10 فرزند میگوید خیلی فرزندی کوچکش بود، فرزندی گویم همون آخران فرزندش بود. وقتی نوبت این که شد به سوی پدر گشت و گفت پدر گفت چی پدری بیرحمی بوده ای؟ 9 فرزند تو را در پیشت قتل میکنن، تو باشی به سوی آسمان نگاه کردن میخندی. آیا این گفت نشانه مهر و محبت پدر و فرزندی است؟ این پدر میگوید وقتی صدای این فرزند چکی شنید در حال میگوید آب چشمش مثل باران جاری شد و گفت ای فرزند، گفت این نقشه را گفت ذات مطرح کرده است که با او جنجال کردن نمیتوانیم. این فرزندهایی که در پیش ما گفت قتل میشود، اینا گفت آن ذات گفت خواسته است که من در نزد او چگونه و چرا گفتن میتوانم. به خدا قسم گفت 70 بار به سوی پروردگار شفاعت شما را طلب کردم، لیکن ندای آمد که ای ابن عطا اگر در این مصیبت بالای تو آوردم صبر نمیکنی از جریده دوستات را خط میزنی. ما گفت در این بلا صبر کننده هستیم. میگوید وقتی که این 10 فرزند که به قتل رسانیدن، حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتش کند در مثنویش این منظره را یک بیان دارد، میگوید طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. طریق عشق جانان بی بلا نیست، این راهی که برادرای عزیز ما و شما پیشه گرفتیم، این راه نماز، این راه روزه، این راه عبادت پروردگار، میگوید حضرت این راه میگوید از بلا خالی نیست. این راه مشقت ها دارد، این راه کشمکشی ها دارد، این راه سیاست و پوپیسه ها دارد، این راه شنیدن دشنامه ها دارد، این راه انهنت راه است. وقتی از حبیب خدا پرسیدن ای الناس اشد بلاء، ای حبیب خدا سختترین بلا بالای کدام انسان است؟ حبیب خدا چی گفتند؟
قال الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل والامثل. پیغمبر خدا گفتن سختترین بلا بالای پیغمبر هاست، بعد از آن گفت بالای صالحون است، بعد از آن بالای این چنین شخصانی که در این راه درست قدم زننده هستند. اینا دائم سختترین بلا را میکشند. طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. حضرت میگوید بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. بلا را بکش، عذابها را تحمل کن، سختی ها را تحمل کن. هر چیزی که در این راه بالای تو می آید نترس، نترس. در حال پشیمان نشو که کاش که به نماز بشیدیم، یا کاش که همین مسجد نمی آمدیم، اینقدر سخن نمی شنیدیم. نه، حضرت میگوید بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. اگر تو خواهی لقای پروردگار تا ببینی، اگر تو خواهی که نوازش پروردگار تا ببینی، در این دنیا تو چیکار کن؟ تو عذاب و مشقت این راه را تحمل کن، عذاب و شکنجه این راه را برداشت کن. اگر 100 تیر بر جان تو آید، حضرت میگوید اگر 100 تیر بر جان تو آید، چو تیر از شست او آید خطا نیست. میانی 100 بلا خوش باش با دوست، خدا آنجا کو بود هرگز بلا نیست. هزارها بلا به سرت بیاید، میگوید تو دوستی تا از پروردگار نکن، تو رابطه تا با پروردگار قطع نکن، هرچنده که اگر بلا و مصیبت بالای تو آمدن گیرد. میانی 100 بلا خوش باش با دوست، خدا آنجا کو بود هرگز بلا نیست. حضرت در آخر میگوید از آنجا هرچی آید راست آید، تو کج منگر که در کجبین وفا نیست. از آنجا هرچی می آید اون تو خوب استقبال کن. هر چیزی که از اونجا می آید وای غلط نه آمده، وای درست آمدگی است. پروردگار هر درد و بلایی که از آسمان فتد، اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر درد و بلایی که از آسمان می آید، اول کجایی که یک بنده که در راه پروردگار خدمتگار است، اول بالای اون می آید، تا که از این نعمت، از این گنج پروردگار این بندش چیکار کند؟ برخوردار کند. این است البته یک مختصرا در اطرافی که انسان از بلا و مهنت هیچ وقت خالی نیست. ما و شما خواهیم نخواهیم بلا و آفت بالای ما و شما می آید. از این خاطر بهترین صورتش همین است که ما و شما در همه بلاهایی که پروردگار بالای ما می آرد، ما و شما صبر کننده باشیم. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما این موضوع را باز جمعه های آینده دوام می دهیم. و اینجا از بس که مهمان ها البته حضور دارند، فقط می خواهم یگان غزل بهر ما و شما تا گنجایشی و خوانن. باز بعد جمعه انشاءالله قاری ها باز یگان غزل های بهر ما و شما زمزمه میکنن انشاءالله. هر زمان میزند این پیک اجل بر در ما، این صدا نرسد هیچ به گوش کریما. عزرائیل چنگ به جان میزند ابلیس به ایمان، اسب تابوت سواریم کفن چادری ما، اسب تابوت سواریم کفن چادری ما.
از پی رفتن ما ناله کند خویش و تبار، از همه بگذرد و آه پدر و مادر ما. قصر و ایوان به مال و زر خود منازی، زر و سیم از دیگران خشتی لحد بستر ما. زر و سیم از دیگران خشتی لحد بستر ما. از آن روزی که مردن را به چشمی خود عیان بینی، دو چشمی پرخمارت آب حسرت را روان بینی. چی سود است مزر آخر به پخت آب چکانن، به حلقت می رود یا نه تو او را در گمان بینی. بیاید سله بر دستان برای شست و شوی تو، بریزن آبی گرمه بر سرت هر قطره آب بینی. بیارن مرکبی چوبین درونش راز خوابانن، همه خش و تبار و یار و دوست را در قیام بینی. به بالای سری مردم برندت سوی گورستان، به جنبش همچو گهواره تو او را در تکان بینی. تو چایی کنده بینی ندر باشد ورا دیوار، کفن از گردن افتاده چو مار و کژدمان بینی. کفن از گردن افتاده چو مار و کژدمان بینی. بشینن مردمان صف صف بخوانن آیت قرآن، بشینن مردمان صف صف بخوانن آیت قرآن. دو چشمت کور دو گوشت کر نه آوازی از آن بینی. دو چشمت کور دو گوشت کر نه آوازی از آن بینی. شود روحی تو در پرواز بیاید جانبی خانه، پسر در خدمت و زن در کناری دیگران بینی. پسر در خدمت و زن در کناری دیگران بینی. علای جامی مسکین چه دل بندی در این عالم، که تا چشمک زند چشمت نه این بینی نه آن بینی. که تا چشمک زند چشمت نه این بینی نه آن بینی. اجل پروایی پیغمبر ندارد، اجل پروای پیغمبر ندارد، اجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسم است رسمی آدمی زاد، که جانش می رود باور ندارد.
بدن هوشیار شوکیدم همین است، زیدم ماندی یقین جایت زمین است. به طاعت ساز کن تو خانه دین، نخوابیده بروی اسب چوبین. تو میمیری و احسانت نمیرد، به سختی های محشر دست گیرد. هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام. اینجا داملای عزیز از شما احترامانه خواهش می‌کنم در حق طالب علمایی که به خارجه برای تحصیل علم میروند دعای خیر نمایید. با احترام یک گروه مخلصان شما از ناحیه واسع، برادرمان محمد سالم از رایان پنجکین در اینجا اشتراک دارد همراه رفیقانش. گفتن در حق پدر و مادر و اهل عائلم دعا کنید، خدا نگهشان دارد. چند روز است برای آبادی همین شهر کولاب ما و شما در همین کولاب خدمت دارند و در این مسجد ما و شما اشتراک دارند. برادر خورشید و عبدالمجید، این برادرای خورشید عبدالمجید که همین قالینه که بالاش نشسته ایم، الحال باز از خیراقون برای پهلوی مسجد مانم قالین ها را روان کردن. گفتن در حق من دعا کنید به هفته آینده انشاءالله این پهلوی مسجد هم از همین قالین ها انشاءالله باز آباد و زیبا می شود. خدا نگهشان دارد. خیلی همتی بلند است، باور کنید خیلی همتی بلند است. هست دولتدارایی که باور کنید دلاور نمیشه قطعیشان یک صحبت کنید، یک پیشنهاد برای آبادی مسجد کنید. برادر حاجی سعید آحامید از کوهدامن یک قابچه گندم صدقه آوردن برای این محله. حالی ما صدقه را همینجا تقسیم میکنیم، یک قابچه صدقه میارن تقسیمش میکنیم و بعضی جاها همین قابچه صدقه را تقسیم کردیم و بعد یک آدما پیدا میشن خیر که صاحب گندم شده که یک دهن نان که حالی بیچاره 5 کیلو گندم از صاحب شده نشده که الکه هر طرف اشاره سر میشه که نان که کی صاحب نان شده که او شب تلفن میکند یک بچه میگد که داملا میگد همین کلکی بین در روسیه زندگی دارد، روسیه کار میکنه، این بچه های خمانن همین کلکی میگه حلاله یا حرام؟ او کلکی حلاله. برای چی گفتم میپرسی؟ گفت همینجا بغیر کلکی قوتم دیگه در هیچ خریدن نمیرسه. ببین اوجا کلکی میخره جمعی آمد رسید هفتم و چهلم و پنجشنبگی سر میشود. همه منتظر اما $1000 $500 هم بیچاره. همین رسیدن همین کدامش پرسین. من را از روی انصافی خودم به شما گفته ایستادم، همش بیمارم بیچاره، همش کسلی ان. بگذار همون سومی آوردگیشان خودشون تبابت کنن. کمی ما و شما انصاف کنیم. میخریم بعد تنمان صحت باشد میخریم، تنش صحت شود بعد دفعه دیگر رویش بکنیم فقط به خنالم میاره میشینه میخریم.